سلام همراهای نازنینم، خوشحالم که با ایویش انگلیش همراه هست. با این 5 تا تکنیک تو خونه و به تنهایی و خیلی آسون زبان انگلیسی تو تقویت کن. تمامی این تکنیک ها رو خودم برای تقویت مکالمم انجام دادم و نتیجه گرفتم. امیدوارم که برای شما مثمر ثمر باشه. تکنیک اول، شادوینگ یا سایه‌خوانی. حتما همتون چندین بار از این تکنیک استفاده کردین، اما شاید اسمشو نمیدونستین. برای مثال وقتی با معلمتون توی کلاس واژه یا عبارتی رو تکرار کردید، به این تکنیک میگن شادوینگ یا سایه‌خوانی. توی این تکنیک خوب گوش کن، تکرار کن، دوباره گوش کن، دوباره تکرار کن و بنویس. وقتی توی خونه تنهایی و به چیزی گوش میدی، چه آهنگ، چه فیلم یا مستند یا هر چیز دیگه‌ای، فقط تکرارش کن. این تکنیک بهتون یاد میده که همیشه با صدای بلند و با اعتماد به نفس صحبت کنین. ممکنه وقتی دارین تکرار میکنین معنی مفهوم جمله یا کلمه ای رو ندونین. مهم نیست. هدف این تکنیک فقط موفقیت در مکالمه است. پس ادامه بدیم. بریم سراغ تکنیک دوم. تکنیک 2، talk to yourself. با خودتون صحبت کنید. اگه شما مثل من هستین و زیر دوش همون با خودتون صحبت میکنین یا گاهن تجسم میکنین که توی مصاحبه کاری هستین و به سوالای مصاحبه کننده جواب میدین، یا توی یه بحث فلسفی هستی و داری به سوالا جواب میدی، پس بهتون پیشنهاد میکنم که این تجسم و خیالات رو به زبان انگلیسی بیان کنین. این تکنیک خیلی منعطفه چون میتونی در مورد هر موضوعی و هر کسی صحبت کنی. در ضمن این تکنیک رایگانه. قرار نیست برای هیچ چیزی هزینه کنی. نه استاد، نه کلاس، نه اینترنت. چون توی خونه تنهایی قرار نیست از کسی خجالت بکشی یا ترس از کسی داشته باشی. راحت میتونی افکارتو به زبان انگلیسی به زبون بیاری. با این تکنیک به مغزتون یاد میدین که بتونه از چیزایی که بلده استفاده کنه. البته به زبان انگلیسی. روش سوم، talk in front of a mirror. تکنیک جلوی آینه با خود صحبت کردن. در طول روز حداقل برای 2 الی 3 دقیقه جلوی آینه قرار بگیر و یه موضوعی رو انتخاب کن و جلوی آینه در مورد اون با خود صحبت کن. توی این روش هم دقیقاً مثل روش‌های قبلی تأکیدمون روی روان صحبت کردنه، نه روی گرامر. اگه در طول مکالمتون کلمه‌ای رو نمیدونستین، مکالمه رو قطع نکنین. کلمه دیگه ای رو جایگزین کنین. بعد از اینکه مکالمتون تموم شد، دنبال اون کلمه بگردین. این تکنیک باعث میشه به مرور سرعت مکالمتون افزایش پیدا کنه و حتی میتونین با این تکنیک بادی لنگویجتون رو توی آینه ببینین و به زبان بدنتون مسلط بشین. تکنیک 4، record your voice. صداتو ضبط کن. وقتی داری از تکنیک سایه‌خوانی یا آینه یا صحبت با خودت استفاده میکنی، صدای خودتو ضبط کن. بعداً میتونی با گوش دادن به صدات متوجه اشتباهاتت بشی و درستشون کنی. هم از لحاظ گرامری، هم از لحاظ تلفظ و هم از لحاظ لحن بیان. و تکنیک 5، read out loud. خوندن با صدای بلند. توی این تکنیک میتونی کتاب یا هر متن دیگه ای رو که دوست داری با صدای بلند بخونی. الان که هر 5 تکنیک رو یاد گرفتی، یکی از تکنیک ها رو انتخاب کن و به مدت 1 هفته حداقل برای 2 الی 3 دقیقه تمرین رو تکرارش کن. بعد از 1 هفته میبینی که برات تبدیل به عادت شده و ملکه ذهنت میشه. بعد از این 1 هفته تکنیک دیگه ای رو به تکنیک قبلی اضافه کن و اونم تبدیل به عادت کن. و همین پروسه رو به همین منوال ادامه بده. بعد از 1 ماه میبینی که به راحتی میتونی مکالمه کنی و حتی سخنرانی بدون اینکه به کسی نیاز داشته باشی. تجربیاتتون رو توی تمریناتتون با هم توی کامنت ها به اشتراک بذارید. سابسکرایب، زنگوله فراموش نشه.